بیا که در دلت از همین چاکلیت خوردن سیاه بکنم. وطندارای عزیزم که در افغانستان از تنها کسایی که در افغانستان نوتیلا میزنین، چاکلیت میزنین، بیتشون. اولین باری که ویدیو را لالای قندم دیدم، خدا و راستی این گناه اول آخر دگردنم فکر کردم خیلی قندم گدام کثافت است، چتلیست که در دیگ انداخته شور میته. پسان که دیدم بیادر قندم گفته راست نه ما چاکلیت جور کرده رایستیم. اینم توفیه مردم پاکستان برای مردم افغانستان، کشورهایی که غریب است لالای قندم که با اقتصادشان ضعیف است، چاکلیت این قسم برشان جور میکنه و بعد این را بیادر قندم صادر میکنه به این کشورهای غریب که یکیش افغانستان است. لالای قندم خواری عزیزم صدقه چم در افغانستان یگان تم نوتیلا را قاشق بند میزنه، اینجا بلبند برای جور کرده رایست. نمی چیزی وطنداران که در افغانستان هست در سراسر دنیا سی ویدیو روان کو که دیگه دلش از چاکلیت همه تو معیشت سیاه شوا بگه. جانم هستی اگر چاکلیت میخوردی دیگه نه